بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عزیزمون، مولوی حافظ اسماعیل در رابطه با سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صحبت کردند و در این فرصت کوتاه هم یک گوشه را بنده از سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم یادآوری بکنم خدمت دوستان که از سیره طیبه و مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آن بود که حرف مردم را میشنیدند و کاملا در اختیار مردم بودند و چنان به حرف مردم توجه داشتند که گاهی یک پیرزنی هم جلوی آن حضرت می ایستاد و حرفش را بیان می کرد. آن حضرت می ایستادند و حرف او را گوش می کردند. بعضی از صحابه گاهی بی حوصله می شدند که آن حضرت اینقدر حضرت نگاه می دارند، ولی آن حضرت با حوصله صحبت این پیرزن گاهی یک کنیزی جلوی آن حضرت می ایستاد و حرفش را بیان می کرد. گاهی یک غلامی دست آن حضرت را می گرفت که من حرفی دارم با شما. چنان مهربان بود و چنان رأفت و رحمت داشت و چنان با صحابه نرم بود، نرم خوب بود. آن حضرت هم پیامبر اعظم آخری پیامبر الله، هم خلیل و حبیب خدا، هم حاکم مردم هستند و چنان مهربان بودند که حتی اگر گاهی یک چیزی را از کسی نمی پسندیدند، تغییرات را در چهره آن حضرت احساس می کردند که چهره آن حضرت از این صحبت، از این حرف، از این برخورد متأثر شد و به زبان حتی هم نمی آوردند. حرف همه را گوش می کردند، شکایت همه را می شنیدند و تا آنجا آن حضرت صلی الله علیه وسلم ظرفیتشون بالا بود و بلند بود در این قسمت که منافقین گاهی می آمدند به قصد مزاحمت و اینکه وقت آن حضرت را بگیرند حرفهای می زدند، صحبت می کردند و آن حضرت گوش می کرد و با خودشون می گفتند که آن حضرت قرآن اینه نقل کرده قل هو و می گفتند که آن حضرت اذن یعنی گوشه، هرچه شما صحبت بکنید صحبتها را می شنود. و الله تعالی می فرمایند فبما رحمت من الله لنت لهم. سیره آن حضرت که از رحمت الله، همین هم رحمت خدا بود که سخنان همه را گوش می کرد و الله تعالی می فرماید این که آن حضرت اذن و گوش سراپا این به خیر شما هست، به نفع شمایه و اونها انتقاد می کرده که حضرت حرف گوش می کرده، عیب می گرفتن، ولی الله می فرماید این که آن حضرت حرف همه را گوش می کنه و به تعبیر اونها اذن
سراپا گوش است، این به نفع شمایه، به خیر شمایه. هم دستور و فرمان الله را گوش میکنه و از الله اطاعت میکنه و هم از مردم میشنود و به حرفهای مردم توجه میکنه و به حرفها و خواسته های مردم رسیدگی میکنه. هم به نفع جامعه، به نفع مردم، به نفع دین، به نفع دنیاست. و جای دیگه الله می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. الله می فرماید که شما به رحمت الله نرم شدید، الله شما را مهربان کرده. این رحمت پروردگاره، این رحمت بود بر صحابه، بر امت، بر مسلمین او زمانه و تا قیامت این نرمیان حضرت صلی الله علیه وسلم رحمت برای همه ما که ما نرمی را از آن حضرت یاد بگیریم، خشتنداری را از آن حضرت یاد بگیریم، توجه آن حضرت را یاد بگیریم که چقدر آن حضرت مردمی بودن و توجه بر مردم داشتن، چه اندازه حکم و دستور الله را می شنیدن و توجه می کردن و به فرمان الله عمل می کردن. و الله تعالی می فرماید شما تندخو بودید و سخت بود طبیعت شما، مردم فرار می کردن از اطراف شما، مردم شما را ویل می کردن. با این حال که شما خاتم النبیینید، ولی اخلاق شما اگر تند بود، اخلاق شما سخت بود، با همین حال هم شما را الله می فرماید ویل می کردن مردم و از اطراف شما متفرق می شدن. ولی آن حضرت شما را ویل نکردن، در کنار شما ماندن. یک علت بزرگ مهربانی شمایه، محبت شمایه، این که شما رحمتید برای خلق. تکبر نداشتن، غرور نداشتن. معمولا حاکم ها همیشه در کسی که به حکومت میرسه در او تکبر می آید، غرور داره حکومت و قدرت. ولی آن حضرت صلی الله علیه وسلم از این غرور و تکبر پاک بودن، بیالایش بود از این مسائل، متواضع بودن. الله به آن حضرت فرمود که شما بازویتون را واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، شما بازویتون را و شانهتون را جلو مؤمنین پایین بیاور، یعنی در مقابل مؤمنین تواضع کن. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مقابل مؤمنین تواضع داشتن، شانه مبارکشون بازوی تواضع را پایین می آوردن، یعنی به مردم احترام می کردن، حرمت قائل بودن و هر انسانی را به اندازه جایگاه او حرمت می دادن. یکی دم در می آمد و سوال می کرد، چیزی برای او سائل می فرستادن. کسی دیگه دم در می آمد که با حضرت رسول کار داره، در برای او باز می کردن، احترام می کردن و فرمودن که هر انسان یک جایگاه داره و هر انسان را به جایگاه او قرار بده. این مساوات نه، مساوات در حرمت. هر انسان حرمت و جایگاهی داره و در حد جایگاه او را احترام کنید، در حد جایگاه او را قرار بده. و این مردم شناسی آن حضرت صلی الله علیه وسلم، دیگه هیچ کسی جای آن حضرت صلی الله علیه وسلم را نمیتونه بگیره، هر کسی جایگاهی داره. و این سیره آن حضرت سبب بود که مردم اطراف آن حضرت جمع بشن
و با اشاره آن حضرت خون بدن، جان بدن و قربانی بدن. و این برای همه حاکمان دنیا، برای همه مسئولان دنیا، برای تک تک مردم دنیا، برای همه انسان‌های که دنبال اخلاق زیبا هستند، سیره زیبا هستند، رفتار زیبا میخواهند، بهترین الگو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین در همه ابعاد. اگه فکر کنیم در اخلاق، در عمل، در تقوا، آن حضرت یک سیره جامع کاملا در سخاوت، در شجاعت، در خودگذشتگی. شرایطی که در کشورمان الان هست و همه ما متوجه هستیم، همه ما میشنویم، همه ما میبینیم. بنده از مدت هاست به عنوان یک شهروند، به عنوان به هر حال دلسوزی که هم دلسوزی برای ملت، هم دلسوزی برای حاکم، برای راعی و رعیت خیرخواه هستیم. متذکر شده هم، بنده تنها نه، دیگه هم خیلی ها، ولی همین عرض کردم که در مملکت نیاز به یک سری تغییرات هست، هم تغییرات در سیاست های درون داخل و هم در سیاست های بیرون مملکت نیاز به یک سری تغییرات هست و این تغییرات به نظر بنده که حرف زدم یک نیاز و یک ضرورت. ما بیرون هستیم، مسئولیت دولتی نداریم، ولی در میان مردمیم و در میان ملت هستیم و احساس میکنیم خواسته های مردم را، احساس میکنیم بسیاری مشکل را و دیگر هم خیرخواهان این حرف را زدن و همین گفتیم که اگر تغییرات بیاید در درون و خواسته مردم نیاز به این تغییرات درونی و شاید اگر به اون خیرخواهی این شهروند جزئی و دیگر کارشناسان و خبره ها، دیگر کسانی که حرف را می زدند اگر توجه می شد، ما امروز شاید مشکلاتمون خیلی کمتر بود و مشکلات نداشتیم. ملت ایران و همه ما به عنوان شهروند همه صحبتمون بودی که ما تنش زدایی بشه از بیرون و ما با کشورهای بیرون، با دنیای، با جهانیان، دیگر دولتها و ملتها تلاش کنیم که روابط حسنه باشه و توجه مسئولان ما به مشکلات درون کشور باشه بیشتر. خواسته مردم هم همین بوده که درون ما مشکل داریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی، مشکلات زندگی بسیار برای مردم زندگی پیچیده شده. در مملکتی که بالاترین پتانسیل را داره، بالاترین استعداد را داره، بالاترین ثروت و امکانات را داده، حق مردم، حق همه ما هست که اونچه که به خیر این مملکت، به صلاح این مملکت، ما بالاخره در جایگاهی که امر بکنیم نیستیم، ولی در جایگاهی که نصیحت کنیم، پیشنهاد بدیم، خیرخواهی بکنیم، راهنمایی بکنیم، در این جایگاه هستیم حداقل. و ما مشورت دادیم، مطرح کردیم که اینطور اگر تغییرات بیاید رضایت مردم گرفته میشه
و آزادی مردم، بالاخره آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی های مذهبی و آزادی های مشروع را ما خواستیم از ایده قانون، اجرای قانون اساسی و صحبت های ما در حد قانون بوده، در چارچوب قانون بوده. مردم هرچه آزادی داده بشن، مردم هرچه حرفشون گوش بشه، به نفع کشوره، به نفع وحدت ملی، امنیت ملی. و این صحبت ها در گذشته بوده و متاسفانه تغییرات توی من وقت که ما میخواستیم در دوری که اینجا اصلاح طلبان دولت به اختیار داشتن، علا که اصولگرایان در دور، اما این صحبت بودی که آئی جامعه یک سری خواسته هایی داره، توی جامعه ملت یک سری انتظارات داره، خواسته مردمی هست و باید به اینها توجه بشه تا رضایت مردم به دست بیاد. و الان به هر حال شما در اوقات مختلف دیدید که مردم به صحنه اعتراض آمدند. الان هم مردم به هر حال اعتراضاتی دارند، البته اعتراضات مسالمت آمیز، تجمعات مسالمت آمیز حق مردم هست که مردم بالاخره تجمعاتی داشته باشند و اعتراضاتی دارند، خواسته هایی دارند. این تجمعات به صورت مسالمت آمیز باشه، این حق مردمه. به اموال عمومی ضرر نزنند، به بیت المال ضرر نرسونند، مردم به کسی توهین نکنند و خواستهشون رو مطرح کنند، مسائلشون رو مطرح کنند و این به هر حال این حق مردمه. قانون هم تا اندازه حق میده به مردم در عرف دنیا و خصوصا کشورهایی که جمهوری هستند، به هر حال درونه حقه که مردم حرفایشون بزنن. زنان حرفی دارن، مردان حرفی دارن، دانشگاهیان دارن، طبقات هر طبقات داره، اما مسالمت آمیز باشه و امنیت مراعات کنند و حرفشون بزنند. و بر مسئولان هست که این حرف اینا را توجه کنند که این مخواسته مردم چیه. و بالاخره توی جامعه طیف های مختلف هست، سلیقه های مختلفه و نظام و حاکمیت همه این به هر حال این طیف های مختلف باید مورد توجه قرار بده. توی ایران به هر حال دانشگاه ها هستند، حوزه ها هستند، بازار هست و همین اندازه قومیت ها هستند، مذاهب هستند و سلیقه ها هم همین اندازه و همه این سلیقه ها مدیریت بشه و خواسته های همه طیف ها را ببینند مسئولان امر و به خواسته های همه توجه بکنند. این توجه به ملت میشه و این میشه به هر حال وحدت ملی و امنیت ملی و همبستگی که بزرگان گاهی اعلام کردن که بعضی سالها را که سال همبستگی هست و همدلی و بالاخره همدلی به حرف حاصل نمیشه، به سخن حاصل نمیشه. این با شنیدن خواسته ها و دیدن مردم، شنیدن حرف مردم و این توجه این مسئله حاصل میشه. و الان هم نظر ما هم همینه که بزرگان مسئولان امر ببینند این مردم را و به خواسته هایشون توجه. سالهای اخیر یک چیزی که برای همه من رنجاور بوده و دردآور بوده، همین مهاجرت بسیاری از کسانی که بر اونها هزینه شده، نخبگان این کشور
تحصیل کردگان و متخصصان طیفهای مختلف رشته های مختلف ایران را ترک کرده، حالا یا زندگی مشکلات اقتصادی را نتوانستند تحمل کنند یا مشکلات دیگر را نتوانستند تحمل کنند، مهاجرت کردند. اینا سرمایه ایرانند. این سرمایه ایران تنها نفت و گاز و ثروت‌های مادی نیست، بالاترین ثروت ایران این مغزهای ایرانی هستند و تفکرات ایرانی، انسان‌های باسواد و که نتوانستن اینجا بشینن. چرا نتوانستن؟ آیا پول ارزشش را از دست داده، درآمدشون پایین آمده نتوانستن، و یا حرفشون را نتوانستن بزنن، مسئلهشون را نتوانستن بیادن، احساس کردن که آزادی ندارن، حرفشون را بزنن رفتن. این همه مسائل اینها را هم دلسوزانه بنده عرض میکنه که نما توجه کنن. باید همه توجه ما نظر منانه که تمام توجه تمرکز پیدا بکنه در خود ایران اسلامی. اگر شما میخواید، اگر ما میخوایم که ملت از دست ما نره و ملت بمانه، باید ملت مورد توجه حرف اینه رو همونطور که حضرت رسول شنیدن، همونطور که سیره حضرت علی هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمودند که برای من اگر گرفتن حق مظلوم از ظالم برای من مهم نبود، من حکومت را یک روزم حکومت نمی کردم، کنار می رفت. بالاخره حکومت هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. ارزش حکومت در اینه که حق مظلوم از ظالم گرفته بشه، برای مردم خدمت بشه، دل مردم به دست بیاید و دولت مردان و مسئولان تواضع کنند در مقابل ملت، مردم خدمت بکنند. ارزشه و باشه که رضایت خلق رضایت خالق، رضایت مردم به دست بیاید، خوشنودی مردم به دست بیاید. این الله تعالی از این راضی میشه. و من توصیه اینجا دیده اخیراً توی صحنه‌های اعتراضات ما میدیدی که بعضی روسری ها را آتش میدند و موهایشون را قطع میکنند. بالاخره توصیه ما آنه به زنان ایرانی، زنان مسلمان و غیر مسلمان، بالاخره ایران تویش مسلمان هست غیر مسلمان هست، به همه توصیه ما اینه که چادر یا روسری لباس این فرهنگ مردم ایران و فرهنگ مردم شرق زمینه. الا غرب دیگه فرهنگ داره و مشرق زمین دیگری داره و این بالاخره این لباس حرمت داره، احترام داره. حالا اگه شما چادر به سر نکنید، روسری به سر نکنید، بالاخره یک حرفی است، ولی این احترام داره، نباید توی آتش انداخته بشه، نباید به چادر به حرمتی بشه. حالا اگه کسی عصبانیه، خشمه، بالاخره حرمت ها را رعایت کنید که ما میگه حرمت ها رعایت بشه، به افراد توهین نشه، به اشخاص توهین نشه، به فرهنگ توهین نشه. بعد این علاوه از این که فرهنگ شرق مشرق زمینه و فرهنگ ایرانیان، این فرهنگ اسلامی هم همینه. بهرحال اگر کسی مسلمان هم نباشه باید به اسلام احترام بگذاره. و شما اگر روسری را به سر نکنید، چادر را نکنید، بالاخره به چادر توهین نکنید، به روسری توهین نکنید، چرا که اسلام این فرهنگ اسلامیه و فرهنگ ما هست. ما بالاخره زنهای همه‌مون و دختران ما، شما همه این زنان ایرانی دختران ما هستند، خواهران و مادران ما هستند، همه این چادر احترام قائلند. شما هم بین بالاخره احترام قائل باشید، حرفی داری شما حرفتون بزنید، حالا اعتراضی دارید اعتراضتون هم بکنید و ولی حرمت ها حفظ بشه. و مسئولان امر هم به هر حال ما همین
که توجه بشه میخواستم و امیدواریم که مشکلات حل بشه. موضوعی که اخیراً در چابهار شکایتی که پیش آمده بود و معروفه که به بنده هم سخته که این کلمه را بگم، تجاوز به یک دختر مطرح شده الا و ما هم در این مجمعمون هم خواسته، من جمعه گذشته هم این مطرح کردم از مسئولان که این را توجه ویژه قرار بده و توجهشان به آن باشه که حق و حقیقت رعایت بشه. حالا این به علیه هر کسی میشه، واقعیت در نظر بگیرن و بی‌طرفانه دستگاه قضایی و سایر کسانی که به مسئولان مربوطه هستند به اونا ارتباط پیدا میکنه، بی‌طرفی را و عدالت را رعایت کنن و همه خدا را در نظر بگیرن، خدا را در نظر بگیرن. و بعد انتظارم از جوانان عزیز و همه هست که به هر حال فرصت بدن، آرامش خودشون را حفظ کنن، فرصت بدن که دستگاه قضایی نظر و نتیجه خود را اعلام بکنه و ما معتقدیم که این را فوق‌العاده قرار بدن و زودتر این قضیه را به هر حال رسیدگی بکنن و مردم عزیزمون آرامششون ما حفظ کنن تا اینا بتوانن نتیجه اعلام بکنن. و در این روزهای اخیر یک شخصیت بسیار جهانی، چهره جهانی و از علمای بارز و شاخص و واقعا یک عالم بسیار باسواد و جهانی، علامه شیخ قرضاوی رحمه الله وفات کردند که بسیار شخصیت برجسته فقیه و یک عالم برجسته که ماهر به شرایط حاضر بود و تحولات دنیا را کاملا میدید و در بسیاری مسائل او خودش نظر داشت و نظری او مطابق با تحولات زمان بود و هم شناخت کافی به فن حدیث داشت، به قرآن عظیم الشان داشت و به تحولات دنیا داشت و به نیازهای جهان اسلام، جامعه اسلامی و بر همین روند فتوا میداد. الله تعالی شون غریق رحمت بکنه و همه ما را عوض عنایت کند. اعتراضات مسالمت آمیزی اگر کسی داره و طرف مقابل هم عزیزان ما که انتظامی، برادران انتظامی، پلیس و دیگر مسئولان قضایی و مردم با مدارات کنند، تعامل کنند و با سختی به مردم برخورد نشه. این عواقبش بهتره و نتایج بهتری خواهد داشت برای همه طرفها و برای همه مردم. الله تعالی توفیق عنایت بکنه.